خب بچه‌ها نیم ساعت گذشته از زدن کارمون و میخوام از قالب جدا کنم. سعی کنید شما بیشتر بذارید. لبه ها رو به طرف بیرون میکشم. هرچی بیشتر بذاریم بهتره. 40 دقیقه 50 دقیقه بذارید. برعکسش میکنم. این چسبایی که زدیم رو در میارم. حالا من دستکش دستمه کمی سخته. چسبا رو در میاریم. با دستمون با یک دستمون فشار میدیم، با یک دستمون هم میکشیم به طرف بیرون تا هوا بره داخلش و کارمون از تو قالب در بیاد. بچه‌ها هیچ وقت دستتون رو مرکز کار قرار ندید وسط، احتمال شکستنش هست. اون کارمون خیس دیگه، تازه از تو قالب می‌خوایم در بیاریم. همه قسمت‌هاشو فشار بدیم تا هوا بره داخل قالب و بیسمون از توش جدا بشه. کار با قالب طلقی یکم سخت هست، ولی خب این روش برشی دادن خیلی خوبه. بله، اینم از کار زیبامون که با قالب طلقی درستش کردیم. خب بچه‌ها این اضافه ها رو میگیریم با کاتر و اینکه یه سنباده خیلی نرم لبه هاشو میکشیم. حالا من سنباده نبردم دستم، این تیزی هاش باید گرفته بشه. حالا روش سنباده زدنش هم من یه ویدیو میگیرم براتون ان شاء الله و بارگذاری میکنم به همین زیبایی. حالا این کارمون رو 24 تا 48 ساعت باید بذاریم که خوش بشه، یعنی آب اضافیش حتما گرفته بشه تا بریم برای مراحل بعدش، پرامی رو طرح انداختن، رنگ کردن و آخر سرم رزین PM1 یا که لاک سنگ. موفق باشید.